اودم قادروف پسر 15 ساله رمضان قادروف رهبر جمهوری چچنستان روسیه سردار محافظان پدرش تعیین شده است. یعنی این نوبالغ 15 ساله عملا همه محافظان پدرش را که اکثریت ختم کردگان دانشکده های حربی اند و رتبه های افسری دارند زیر اطاعت خود قرار داده است. از این پس محافظان رهبر چچنستان فعالیت خود را تحت امور فرمانهای اودم قادروف که با تخلص دوستون معروف است پیش خواهم برد. اولین شده این خبر را وزیر اطلاعات چچنستان احمد دودایف و وکیل پارلمان روسیه یا گوزدوما اودم دلیمخانوف که هر دو شخصان نزدیکترین و نیز از خویشاوندان رمضان قادروف به حساب میروند نشر نمودند. بنا به گفته سردار پولک مخصوص وزارت کارهای داخلی روسیه در جمهوری چچنستان به نام احمد قادروف زمید چالایف اودم خود را همچون جوان با هدف و یک شخصیت همه‌جانبه انکشاف یافته معرفی نموده نشان داد که در همه کار کوشش میکند تا وظیفه در پیشش گذاشته شده را به طور اعلی انجام دهد. از این رو اودم یک نمونه درخشان در بین همسالانش است. اودم دلیمخانوف نیز پسر قادروف را توصیف نموده نوشته است که جین من از زمان کودکی خود را یک مرد کامل نشان میداد و همیشه شان و شرف برای او در مد اول است. از این رو او سزاوار چنین وظیفه است. طبق قانونگذاری های روسیه شخصان به سن 15 رسیده می توانند با کارفرما شرطنامه مهنتی امضا نموده در دوام روز به طور محدود کارهای سبک و برای سلامتی آنها بی خطر را انجام دهند. اما معلوم نیست که اودم قادروف آیا چگونه می تواند تمام روز کار کند و اون هم در حالی که مکتب را هنوز ختم نکرده است. نام اودم قادروف زمان در مطبوعات را یافت که پدرش رمضان قادروف در صفحه های اجتماعی خود ثبت ویدیویی را نشر نمود که در آن پسر نابالغش در داخل بازداشتگاه نیکیتا ژوراولیوف نفری را که به سوزانیدن قرآن متهم می شود و در گروزنی تحت بازداشت قرار دارد لطوکوب می کند. این ویدیو سر و صداهای زیادی در داخل روسیه و بیرون از آن به بار آورد. پس از راه یافتن ثبت لطوکوب ژوراولیوف از جانب اودم قادروف مقامات روسیه او را به 4 جایزه سرفراز گردانیدند. اولین شده خود رمضان قادروف و پسرش عنوان قهرمان چچنستان را توفه نموده تاکید نمود که از رفتار اودم می فخرد. بعدا رهبر جمهوری تاتارستان نیز از رفتار اودم قدردانی نموده او را به عنوان دوستی سرفراز نمود. همین طور رهبر جمهوری کراچای و چرکس به اودم بالاترین اردن این جمهوری را هدیه نمود. روز 6 نوامبر سال 2023 باشد مفتی کراچای و چرکس اسماعیل حاجی بردیف با اردن برای خدمت‌ها در نزد امت درجه یکم قدردانی نمود. این در حالی است که بنا به خبرها رهبران اول دست کم 2 جمهوری دیگر روسیه درخواست رمضان قادروف برای دادن اردن به پسرش را رد کردند. باید گفت که کریر رمضان قادروف نیز به این مانند آغاز یافته است. او هم در سن 27 سالگی سردار محافظان پرزیدنت جمهوری چچنستان تعیین شده بود که اون زمان پدرش احمد قادروف رهبری چچنستان را بر عهده داشت. اینچنین دست راست رمضان قادروف اودم دلیمخانوف نیز از همین راه سابقه کاری خود را آغاز نموده است. در عموم اکثر کرسی های رهبری چچنستان در دست خویش و تبار رمضان قادروف قرار دارند و به این دلیل حکومت این جمهوری را حکومت اویلوی یا اولاد قادروف نیز نام میبرند.